در همین منطقه 65 میکرورایون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بودست. همه داملاشون گفتیم که این مرده که خوب بخی نمازخوان بدست، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است ای جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطش گپ زدیم، میگه همین موضوع خطی من چق نکرد. سبحان الله، چخیل چق نکنی کاری حرام؟ برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام است. عدتش که گذشت 3 حیض که دید بعد با زن خودش معامله کردن میتونه، تا او زمان به هر زن زنا کرده است این مرد. با فکرم صاحب دنیا های پول استراب میته همون ملهورا دیگه که میروان همون در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چق نکنه دیگه خط میکنم. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکر ردید اگر قدرت دارد، امکانیت دارد، با دست باید اصلاحش کند. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم یستطع فبقلبه، اگر غیرت با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون مذمت کند، یعنی که خونش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینه در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ خود شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر بشرده که در لباسشو نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله هیچ چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی می آید حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ می گردن، بیکار می شوند. دیگر اگر کسی با او شریعت پیشینه عمل کنه که در فلان شریعت بود گناهکار می شود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسی ها زیاد عوض می شوند. به همین عمر اندکی خودمون ما چندین بار دیدیم که کانستیتوسی ها عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسی سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسی عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نیست. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسی نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. علم شریعت ها همه حکم دارند برای همه. ولی بعضا ما را مذمت میکنن شما اهل کتاب فلان میگوید، بسم میگوید. ما هیچ شو نمیگیم. واقع شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعضی زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنیده میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. همه یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. بخی ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر میشود. همین مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر میشود. ما
اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام قبول نداشته باشید، همچه پیغمبر. مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد: والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند، نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنن که مقصد در دیگر شریعت ها به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید، موافق انمی شریعت بر ما واجب است و به تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده، یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنن، همه اینا منسوخ شده است. اینا پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن، هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند، از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت. خب باز یک سؤال تعجیلی همون برادر به فکرم نوشته است. قصه بزن گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید، زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله، و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی ما مجبور میشویم، اگر چندی وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالت هایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما میرود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق میشود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر میگوییم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم،
و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند. خواه بیبی خدیجه باشد، خواه بیبی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشاءالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده طلاقشون داد، از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکرده نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمو التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمو به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تحقیلش کرد نگرفتم. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را ام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه، بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود، عایشه طفلک بود، عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همه خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادرمو بیبی عایشه. پس عائله اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی خدیجه کبراست. بعد از وفات بیبی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تبارش و جبرش رو میکردن. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است.
یعنی برای شهوت نگرفته است تو را، پروای شهوت هم نداشت حضرت. یک سال بعد از ازدواج سوده همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سوده بنت زمعه که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی ده خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سوده دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله، من نوبت خواب خدمت نوبت شب ما به بیعایشه هدیه کردم، فقط من میخوام که فردا روز قیامت همسر تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است. و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، دستری نو گرفتش. سوده بعد وفات پیغمبر عمر طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیع گرانده شده است.